کلمه morning میشه صبح. morning. اما وقتی morning با ای اسپلینگ دارم MUR morning میشه عزاداری، فقط یک یو اضافه شده اما تلفظ هر دو یکیه. morning میشه صبح اما این morning میشه عزاداری، فقط یک دانه یو اینجا اضافه شده. morning morning هر دو تلفظش یکیه. کلمه بعدی ما west هست. west میشه کمر، اما این west میشه زباله. هر دو تلفظ یکیه. west فقط اسپلینگش با هم فرق میکنه. این west میشه کمر اما این west میشه چی؟ زباله یا وشقاب، ضایعات. west. خب کلمه بعدی با هم تلفظش یکیه. سی هست. سی میشه دیدن اما SEA میشه چی؟ دریا. تلفظ هر دو یکی با هم دیگه. سی میشه چی؟ دیدن اما این سی میشه چی؟ دریا. خب کلمه بعدی ما پست هست. پست یعنی سپری شده، چیزی که تیر شده، گذشته. اما این پست میشه چی؟ گذشته. تلفظ هر دو یکی. ایران میگیم پست، ایران میگیم پست، در حالی که بر آخرش تی هسته و یا دی هسته اما تلفظ با هم دیگر یکی. این پست میشه چی؟ یک چیزی که سپری شده، تیر شده. اما این پست میشه گذشته. پست هر دو تلفظش یکی. خب کلمه بعدی pray هست. pray به معنی شکار کردن هست با PRAY، اما pray وقتی با PRAY میشه pray میشه چی؟ دعا کردن یا نماز خواندن. هر دو تلفظش یکی. pray میشه چی؟ شکار، اما این pray میشه دعا کردن یا مثلا نماز خواندن. هر دو میتونیم pray تلفظ یکیه اما چی؟ معنیش با هم دیگر فرق میکنه، اسپلینگش هم با هم دیگر فرق میکنه، فقط تلفظش با هم دیگر یکیه. خب دوستان این کلماتی هست که معمولا قاطی میشه، یعنی چون تلفظ اینا با هم دیگر یکی هستن، فقط اسپلینگش با هم فرق میکنه همراه معنیش. امیدوارم که درس برایشون مفید واقع شده باشه. Thank you so much for watching. Don't forget to like and share the video.